غذاهایی به این دسترخوان چیده می شود ما لا عین رأت، هیچ چشمی ندیده. چقدر تو تصور زیبا داشته باشی نمیتونی تصور کنی که دو دسترخوان چی نوع میوه ها را الله آماده کرد. ای بیوه زنانی که نان خوردن ندارین نگران نباشین، دسترخوان عظیم پروردگار زیر عرش رحمان روز قیامت انتظار شما را میکشد. و پیشگاه خدا محبوب است. یکی از اون قطره هایی که خدا دوستش دارد همان قطره است که از بدن مسلمان در راه خدا می چکد، که امروز از بدن شما می چکد. بسیار با حوصله مندی تحمل بکنید که انتظار می کشد دسترخوان در زیر سایه عرش رحمان. وقتی این دسترخوان هموار می شود چنان غذاهایی می آورد. جلال الدین سیوطی در الدر المنثور که تفسیر دارد در اوجه می آورد غذاهایی به این دسترخوان چیده می شود ما لا عین رأت، هیچ چشمی ندیده. چقدر تو تصور زیبا داشته باشی نمیتونی تصور کنی که دو دسترخوان چی نوع میوه ها را الله آماده کرده. ما لا عین رأت، هیچ چشمی ندیده، ولا اذن سمعت، هیچ گوشی نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب هیچ کسی هم خطور نکرده. وقتی به این دسترخوان میوه ها چیده می شود ای فقرایی که نان خوردن ندارین نگران نباشید. ای بیوه زنانی که نان خوردن ندارین نگران نباشین، دسترخوان عظیم پروردگار زیر عرش رحمان روز قیامت انتظار شما را می کشد. ای یتیمانی که نان خوردن ندارین نگران نشین. ای فقیری که در وقت افطاری جز نان خوش چیز دیگر نداری نگران نباش. پروردگار کریم و مهربان تو چنان دسترخوان آماده کرده است که در هیچ مطبخ شاهان دنیا دیده نمی شود. بعد از این میوه ها و غذاهای رنگارنگ چیده می شود، صدا می زنند که چی کسان تشریف بیاورند. ای پروردگار، ای خدای کریم و مهربان، این دسترخوان مال انبیا است. آیا پیامبران بیایند، اولیا بیایند؟ الله رب العزت و الجلال صدا میزنند روزداران بیایند، روزداران بیایند، فقرا بیایند، جوانانی که روزه گرفتن بیایند، جوانانی که می توانستند از غذاهای لذیذ در دنیا لذت ببرند اما در ماه مبارک رمضان از ترس الله دهن به غذا نزدند، اونها بیایند. روزداران از صف جدا می شوند، می روند زیر عرش رحمان. چه کلر زیبایی، چه نسیم زیبایی، چه هوای سرد در همون صحرای محشری که همه از تشنگی و گرسنگی در حالت هلاکت هستند. چقدر روحها سیاه و چقدر روحها سفید است. اهل عرصات که این حالت را می بیند، مجرمان، فاسقان، ظالمان، روزخوران، بینمازان، کافران، مشرکان، وقتی حالت را میبینه پرسان میکنه که اینا چی کسانی هستند، اینا چی کرده بودن در دنیا؟ الله میگوید اینها بندگان هستند که چندین ساعت گرسنه نشسته است، چندین ساعت در کنار زنشان بودند ولی از ترس خدا به زن نزدیک نمیشدند، چندین ساعت در کنار غذا بودند دور از چشم مردم اما ترس الله اجازه نمیداد که اینها بخورن. من یک سوال از تو دارم، دوست داری که یک چوکی مانده شد و یک کرسی در کنار رسول الله باشه؟ دوست داری؟ کسی هست این مجلس ما دوست نداشته باشه؟ روز قیامت کرسی ها مانده می شود، چوکی ها مانده می شود. عزیزان من، به خدا این سختی های دنیا می گذرد، این مصیبت ها می گذرد، این فقر ها می گذرد، این درد ها می گذرد. این را تصور کن که روز قیامت در کنار رسول الله باشی، چوکی مانده شود،
کرسی مانده شود صدا بزند فلانی ولد فلانی تو خود در دنیا عاشق رسول الله بودی. او طفلک پیشتر میخوان خدا خیر بده احمد زبیر جان میخوان که ما از دنیا چیز نمیخواهیم فقط این را میخواهیم که به دین محمد باشیم. فقط این را میخواهیم که وقت جان میدهیم به زبان ما اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله همین به زبان ما جاری باشه. من مطمئن هستم همه شما همین آرزو را دارید. حتی جنت بدون رسول الله زیبا نیست. بدون دیدار پیامبر جنت زیبایی ندارد. کوران جنت زیبایی ندارد. در بین ما شاید کسایی باشه رسول الله را در خواب دیده باشه. خوشا با سعادتتان. پس انشالله اونهایی که ندیدن آرزو دارن و زحمت روزه بگیرین، خوب روزه بگیرین. حالا 7 روز تیر شد، اگر خوب گرفتیم یا خراب خود تیر شد ولی 23 روز دیگه مانده، فرصت است. بعد از این روز تصمیم بگیری که خوب روزه بگیری که تا در روز قیامت در کنار محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بگیری. بعد از این که در این اطراف دسترخوان می نشینن روزگیران در دنیا از این نعمتها استفاده می کنند. اهل عرصات پرسان می کنند اینها چه کسانی هستند؟ میگه اینها روزداران هستند. وقت نزدیک جنت می شوند روزداران می خواهند که وارد جنت شوند. یک دروازه بالای سر دروازه نوشته است باب الریان. باب الریان، دروازه سیراب کنندگان، دروازه‌ای که سیراب میکند. صدا زده می شود ای روزداران این دروازه مخصوص شما هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید آخرین انسانی که روزه دارد وقت وارد این دروازه می شود این دروازه جنت دیگه بسته می شود. بغیر از روزداران به کسی دیگر به این دروازه اجازه داده نمی شود. این به ما و شما هست. یک بار بگوین الله اکبر.